ما را به آن جلب می کند. استاد در جوان‌ها یک کم درباره ازدواج گپ بزنیم تا که گوشهایشون باز شود. ازدواج تنها وابستن عقد دو نفر ممکن نیست، بلکه اونا باید مطابق دستورات الهی عمل کنند و باید پرورش و تربیه نسل‌های آینده را به دوش بگیرند، نسل‌هایی که قلبایشان سرشار از محبت و راز ایمان و وطن باشد. بنابراین چی شد استاد؟ شما خوب هستید؟ حالتون خوب است استاد؟ سن و سالم اقتضای سخنرانی ها را نمیکنه. لطفاً مرا ببخشید دوستا. چیز اجازهتان باشه. ایگه باشید. بسیار خوشم. خدا نگیره. بسیار خوشم. استاد بسیار زیاد تشکر. استاد خدا خیرتان بده که همراه گپایتان دل ما را شاد کردین، ما را خوش ساختین. شما جور باشین. خداوند به دخترت زندگی با سعادت و به خودت هم نواسای زیاد نصیب کنه. آمین. خوب استاد، پلاوی معلم صاحب احمد جان کی میخوریم بخیر؟ اول یک بار روی بچه ما ببینم. بعد از اینکه معلم شد دیگه اینجا نآمده. نه، من ازش گله ندارم. وظیفه‌اش مقدس است. در جایی که است از خدا میخوایم که آرام و آسوده باشه انشالله. 10 سالای تحصیل همیشه دلیلی آمان رسیدگی نتانستم. نشک خدای ناخواسته در مسائل معنویات کمبودیایی داشته باشه. او بچه استاد ابراهیم است. نگن گندم از گندم برویا و جو از جو استاد. انشالله ابراهیم خانه انشالله. استاد جمال یک دقیقه. ایره بگه به خاطر بام مکتب. خداوند شما را خیر بده. فقط خلیل خانو مشکل حل میکنه. خیر است. باشه ایران بگی. این مکتب است. به چوب، زغال سنگ، کتابچه، قلم و دیگه چیزا ضرورت داره. میخوایم به ایش رو با نمک مام باشه. خیر ببینین استاد، زنده باشین. خب خلیل خان با اجازه شما خانه دار خانهش دهاتی رام بهش. اجازه مم دست شماست. با موتر برسانمتان. شما دیگه زحمت نکشین. معامله دار هستی کارت میشه. نمیشه استاد. این قرای دوره در وقت شب چطور خواد رفتین؟ هنوز استوار هستم. اقدران پیر نشدیم که شما فکر میکنین. آستا آستا میریم. خدا حافظتان. خدا حافظ. یا حق. دخترم چهار مغزا رو داخل کردی؟ مادر اینم میایم. از خستگی مردم به خدا. چی کردی که خسته شدی دخترم؟ کلش 2 بوجی 4 مغز بود. کاش که باران نمیبارید. از سر باموده دارم جمع میکردیم. من نگفتم این بارانم شروع کرد. خدا کنه پدرت زیر باران نمانه. صحتشم خراب است. دو حالا چرا رفت؟ میگه وعده دادیم. میگه در آخر عمر مسئولیت های خدا به جای میارم. نه در قصه مریضی خداست، نه در فکر درد خود. خداوند نگاهش کنه. این طرف کسا شما خوب هسته؟ خوب هسته بسیار؟ چشایتان عفونت کرده. گپ گوش نمیکنه دکتر صاحب. گفتم باران میباره، نرو مریض هستی. گوش نکرد. وقتی پس آمد شت و پتاو شده بود. از بستر نخیک آقا سلیم. قرار است راحت کو. دوا را به موقع بکن. این دوا را بگیرین. زنده باشی دکتر صاحب. بپوش پدر جان. استاد سلیم گپ ما را خو گوش نمیکنه. انشالله گپ خودت گوش خواد کرد. خالا نظیفه بگیر بچه.
راستش بخوای وضعیت ششوی کاکا سلیم بسیار خراب است. یعنی قابل تداوی نیست. منظورتون چیست؟ چطور بگویم؟ ده سن و سال جور شدنش بسیار سخت است. بچه بعد از این چی میشه؟ چطور کنیم؟ گفتنش سخت است، ولی باید به هر پیش آمده آماده باشین. دختر گل پدر چی شد؟ پدر جان چی شد؟ چی شده مادر؟ بیاین پیشینه. گفتم نرو به عروسی، باز گپ خدا کدی استاد سلی. همیشه با فکر مشکلات مردم بودی، به اونا کمک کدی، حال مردم به دادت میرسن یا نه؟ و برادر محمد خبر بتیم خوب میشه مادر. صحیح از دختره، دنیای فانیست، سال است که در مسافرت است، حداقل در روزهای آخر پیش پدرش باشه. علی بگی تو هلو مریم، چطور هستی جانم بیادم؟ فامیلون سیز چطور هستی پدر؟ با مجرده که شنیدم آمدم. خوب هستی؟ بچه سال است که تو در مسافرت بودی، گفتم تا تو رو نبینم و امرایت گپ نزنم، در قبر مارام نمیگیرم. تنها نگرانی من می بود. بچه من دیگه پیر شده، مریضم هستم، وقت جدایی نزدیک است. رفتن ما و بی سرنوشت بودن شما مرا آزاد میتن. به فرزند خود از عقیده خود نگفتن، الگوی خوب نبودن، محبت پیغمبر ما را در دلایشان نکشتن، از سرات و دنیای اخروی برا اثر نداشتن. دهین است. صحیح است پدر، با نگه پاراله. آخرین لحظات عمرت آرام بگذران، میمیره و همه چیز ختم میشه. ختم میشه؟ یعنی چی؟ بسیار آسان، میمیری و ختم میشه. خاک میشی و از خاکت و دیگه زنده جان تبدیل میشه. همه تو ادامه پیدا میکنه. بچه اصل که بعد از مرگ شروع میشه، حسابه زندگی و آغاز یک حیات نو. گفت های تو را کی شنیده؟ کی رفته و کی آمده؟ مردم از مرگ میترسن و خودشانی گپا را جور میکنن. چی؟ اینا رو تو میگی؟ هیچ چیز خود به خود نمیشه. کائنات پهناور چطور میتونه سر به خود باشه؟ به بودن استکار در یک تعمیر اعتقاد داشته، با ترس چی ارتباطی داره؟ سال است که با او ترس ما را فریب دادی. با یادت میآید در وایرانه چطور ترسیده بودی؟ ده اصل و ترس بود که تو را باورمند ساخت.
بدا بیا حالا بگو زود شد بدا مادر اینجا بسیار خونه است. بچه باران بسیار تیز میبود. یک ذره صبر کنیم باز برای خود ادامه میدیم. اگه باران اینطور بباره از اینجا برآمده نمیتونیم. بله نه بیاد نمیدیم. یک ذره که باران کم شد باز حرکت میکنیم. حالا بچیم پیر شد. مادر حالی چی کنیم؟ چطور از این توفان باران نجات پیدا کنیم؟ دعا کنیم بچه خداوند مالک هر چیز است. او صدای بنده های خدا میشنوه. پدر خداوند حال ما رو میبینم. البته که میبینم. همه چیز زیر نظر اوست. باز شروع کردیم پدر بچه با گپ زدن. از اینجا باید برایم. یک ذره صبر کنیم. اینجا از بیرون کده بهتره. خدا پدر شما خوب هستی؟ پدر سلیم جان پدر شما رو چیزی شده پدر خدا رو شکر که تو رو چیزی نشد. او روز میترسیدی و دیوانوار دعا میکدی. بله این چی گپ هست بچه؟ اره مادت از خود وقتی داره. در وقت گرفتاری هم باید عبادت کرد. بله دعا را خواندی. گفتی که ما را میبینه اما تخته به سرت افتید. بچه دعا کردم وظیفه ماست. نتیجه کار وابسته به تقدیر خداست. خداوند مرا نگاه کرد. تو هم دیدی. همیشه عبادت میکنی، دعا میکنی، پس بازم مریض هستی، درد میکشی، رنج میبری. این چی گپ هست که تو میزنی بچه؟ عبادت ها به خاطر چاپلوسی با خدا نمیکنم. این دین بندگیست، باید به جا بیارم. در رنج این دنیا در آخرت پاداش نیکی داره. همیشه آخرت میگی آخرت. اینا خیال پلو است. خودت هم میفهمی که گپای من درست است. مگه میگی استاد هستم؟ دگرها چی خود گفتن؟ بچه در شک هستی. ایمان ما به طرز ربطه نداره. من گپای خدا گفتم. ایمان آوردن فایده نداره. وگرنه تو پریشان نمیشدی. خدایا کمکم کن. من پیشت هستم. کمکم کن. از ما بخوای. خدایا من با تو کمک کمکم میکنم. خدایا استاد سلیم چی شده تو رو استاد سلیم؟ خدای من مادر مادر چی شده؟ چی شده؟ پدر جان خدایا استاد سلیم صدای من میشنوی؟ پدر جان خدای من نفس نمیکشه. پدر شما چی شد؟ استاد سلیم چی شده؟ الله پدر جان میشنوی صدای من؟ خدایا احمد پیش ابراهیم خان برو که یک مادر پیدا کنه او رو به شفاخانه ببره. تیز شو بچه من دیگه. استاد سلیم میرسیم انشالله. کم مانده طاقت کن. میرسید. بگو که به شفاخانه میخوای برسی یا نه؟ یا دوست داری بری و دنیا؟ تو خودت نبودی چی شده تو رو؟ چیزی نه، پیروزی عقلم است. بهتر چیزا باور ندارم. چوب شد این گپا رو نزن. این چیزا یعنی چی؟ عصبانی نشو. سعی که عصبانی نشی. باز خواد رفتی. ببین مردم از روی اعتقاداتشان زجر میکشن، جنگ میکنن، با مریضی دست و پنجه نرم میکنن. کسی اونا رو نجات نمیده. به نظر تو ما با خاطر زجر کشیدن به دنیا آمدیم؟
بچه مرا متعجب ساختی. انسان ها گپ خدا رو گوش نداده، اسیر ارسشان میشنه، یکی دیگه خدا میکشن. پس مجرم کیست؟ بیبی من مریض سما حوصله ندارم، مرا زیاد آزار نده. نمیخوایم تو را آزار بتم، این واقعیت است، باید قبول کنی. اگه نه میبینی که ایمان داشته باشی یا نداشته باشی هیچ فرق نمیکنه، آخرشان میموری. درست است بچه، نفهم که میمورم، اما مریضی بارا آخرت سبک میسازه. نه اطور نیست، این گپایت حرف زبانت است، اما حرف دل تمام چیزایی است که من میگم. خدایا بابا صبرت ابراهیم وستاد که محترم. چی شد احمد؟ چیزی میخوایم؟ چیزی نیست ابراهیم خان، تب داره با خود گپ میزن. ابراهیم خان صدای تو دی سر صدا نمیشنوه، تنها مستم و تو دی لحظات آخ خدایا در یه وقت تیره چی شد ابراهیم خان؟ نمیتونم و خیالم که خراب شد. میرسه یا هم از خرازه قریه دارم. ترمیم کردنش یاد نداری چطور؟ تلفن رئیست بشید است؟ کمک بخواهید. این هم چارج نداره. طاقت کو استاد سلیم، طاقت کو، فوراً کمک میخواهید. کم پیشتر از این جای خانه مزرعی است.